سلام، به کانال آشپزی با آرسام خوش آمدید. امروز اومدیم با آموزش تحچین مرغ بسیار خوشمزه و مجلسی. برای شروع کار مقداری کره و روغن رو داخل تابه بریزید تا داغ بشه. بعد یک پیاز درشت رو خلالی کنید و در روغن سرخ کنید. وقتی که پیاز سبک شد یک سینه مرغ نواری برش خورده رو اضافه کنید. تفت بدید تا رنگ مرغ عوض بشه. زردچوبه، فلفل سیاه و نمک و زعفران دم کرده بریزید و 2 دقیقه دیگه هم تفت بدید. بعد نصف لیوان آب بریزید و در تابه رو ببندید و اجازه بدید با شعله کم مرغ پخته بشه. برای تحچین برنج رو باید زنده تر آبکش کنید و اجازه بدید خنک بشه. مرغ‌ها که پختن از تابه خارج کنید و 3 قاشق زرشک را در همان روغن 2 دقیقه تفت بدید. سپس 3 عدد تخم مرغ را در ظرفی بشکنید و به آن 1 لیوان ماست پرچرب، 3 قاشق زعفران دم کرده، 5 تا 6 قاشق روغن، پودر دارچین، گل محمدی و هل هم اضافه کنید تا تحچین فوق‌العاده خوش عطری داشته باشید. مواد رو هم بزنید و به برنج آبکش شده اضافه کنید. بعد به آرامی مخلوط کنید. کف قابلمه رو روغن بریزید و نیمی از برنج رو داخل قابلمه بریزید. برنج را کمی فشرده و سطح آن را صاف کنید. حالا مواد گوشتی رو اضافه کنید. مقداری زرشک تفت خورده بریزید و مابقی زرشک رو هم برای تزیین نگه دارید. دوباره برنج بریزید و سطح اون رو مجدد صاف کنید. درب قابلمه رو بگذارید 5 دقیقه رو شعله ملایم بگذارید تا هوا بگیرید. بعد شعله را کم کنید و اجازه بدید برنج دم بکشه. به به، این هم از تحچین خوشمزه و مجلسی ما. اگر از این آموزش خوشتون اومد لطفاً با لایک و کامنت ما رو همراهی کنید.